یک میلیاردر مرموز، یک جزیره خصوصی. چطور یک معلم ساده ریاضی تبدیل به میلیاردری شد که پادشاهان، رؤسای جمهور و دانشمندان تراز اول دنیا برای دیدنش صف میکشیدن. مردی که به قاچاق جنسی متهم بود، درست قبل از افشاگری‌های بزرگ در یکی از امن‌ترین زندان‌های آمریکا جانش رو از دست داد. امروز قرار قدم به قدم وارد پرونده‌ای بشیم که نامش هنوز هم لرزه به اندام قدرتمندان میندازه. پرونده جفری آپستین و جزیره پدوفیل ها. تا آخر ویدیو همراه ما باش، چون آخر ویدیو قرار دیدت نسبت به فساد بزرگ عوض شه. جفری آپستین سال 1953 متولد شد. نه مدرک دانشگاهی برجسته‌ای داشت، نه سابقه مالی مشخص، اما یک استعداد داشت. نفوذ به لایه‌هایی که هیچ کس راه نداشت. او چطور ثروتمند شد؟ هیچ کس دقیق نمیدونه. او برای سالها مدیر مالی لکس وکسنر، مالک برند ویکتوریا سیکرت بود. اما ثروت او فقط پول نبود، اطلاعات بود. آپستین میدونست قدرت واقعی در داشتن نقطه ضعف از آدمهای بزرگه. در دهه 90 میلادی آپستین به مردی تبدیل شد که با رؤسای جمهور، شاهزادگان و نخبگان جهان عکس داشت. نامهایی مثل بیل کلینتون، دونالد ترامپ و شاهزاده اندرو در لیست ارتباطات او دیده میشن. او شروع کرد به خریدن املاکی که بعداً تبدیل به تله‌هایی برای شکار قدرتمندان شد. حالا این ویدیو رو لایک کن تا بهت بگم گیلین ماکسول که بود. بدون گیلین ماکسول آپستین هیچ چیز نبود. گیلین دختر یک غول رسانه‌ای، کسی بود که درهای طبقه اشراف رو برای جفری باز کرد. وظیفه اون شکار دختران کم سن و سال با وعده‌های دروغین، مدلینگ و تحصیل. اونها شبکه‌ای رو ساختن که فراتر از یک جرم ساده بود. این یک سیستم بود. سیستمی که درون اون دختران قربانی مجبور می شدن برای دختران بعدی تله بذارن تا چرخدنده‌های این ماشین سوء استفاده متوقف نشه. آپستین مالک جزیره خصوصی در کارائیب بود، جزیره‌ای به نام لیدل سینت جیمز. اما در جزیره سینت جیمز چه میگذشت؟ شاهدان از معبدی با سقف طلایی میگن که طبقات زیرزمینی عجیبی داشت. اسناد جدید نشون میده که آپستین از تمام مهموناش فیلم برداری میکرده. چرا؟ برای باجگیری یا برای پروژه هایی فراتر از تصور ما، مثل اصلاح نژاد انسانی. در سال 2008 آپستین برای اولین بار به اتهام سوء استفاده از دختران نوجوان بازداشت شد. اما اتفاق عجیبی رخ داد. او با توافق بحث برانگیز با دادستان وقت فلوریدا، الکساندر آگوستا، تنها به 13 ماه زندان با شرایط بسیار سبک محکوم شد. بسیاری معتقد بودند که این توافق غیر عادی بوده. چرا چنین پرونده‌ای با چنین مجازاتی بسته شد؟ در جولای 2019 آپستین دوباره بازداشت شد. این بار اتهامات سنگین‌تر بود. قاچاق جنسی و ایجاد شبکه‌ای برای سوء استفاده از دختران نوجوان. او به زندان فدرال نیویورک منتقل شد. همه منتظر بودند تا دادگاه برگزار شود. شاید لیستی از نامهای بزرگ فاش می شد. اما یک ماه بعد خبر شوکه کننده منتشر شد. آپستین در سلول پیدا شد ولی مرده. گزارش رسمی میگه خودکشیه، اما مشکلاتی وجود داشت. دوربین‌های نظارتی اون شب کار نمی‌کردن. نگهبانان خواب بودند. اون درست قبل از اون از لیست مراقبت‌های ویژه خودکشی خارج شده بود و همین آغاز موجی از تردیدها شد. مرگ آپستین باعث شد اینترنت منفجر بشه. هشتگ ها ترند شدن. مردم پرسیدن چه کسی از مرگ او سود می‌برد. برخی معتقدند اون میتونست اطلاعات حساسی درباره افراد قدرتمند فاش کنه. برخی دیگر میگویند شواهد رسمی نشان میدهد که این یک خودکشی بوده. هیچ مدرک قطعی درباره قتل سازمان یافته منتشر نشده است. اما حجم ارتباط و نفوذ آپستین باعث شد شک‌ها هرگز خاموش نشود.
پرونده آبستین فقط درباره یک فرد نیست. این پرونده درباره قدرت است، درباره نفوذ، درباره اینکه آیا عدالت برای همه یکسان است یا نه. شاید ما هرگز ندونیم دقیقاً اون شب چه اتفاقی افتاده، اما یه چیزی قطعیه: نام جفر آبستین برای همیشه به عنوان یکی از مرموزترین پرونده های قرن 21 ثبت شده است. و حالا سوال اینجاست: این اتفاق تصادف بوده یا سکوتی که باید اتفاق میافتاد؟ نظرت رو توی کامنت ها برام بنویس و اگر این ویدیو برات جذاب بود حتما کانال ما رو سابسکرایب کن و از ما حمایت کن.